کهربا نوع سمق درختان نظیر آلو، آلبالو، گیلاس، صنوبر. کهربای اصلی تنوع و مدل‌های زیادی داره، مثل گردنبند، گوشواره، تسبیح، انگشتر. کهربای اصلی چون تورده باید در مقابل اجسام سخت مثل زبر حفاظت بشه، امکان شکستن داره. اوایل بو نداره استفاده از تسبیح کهربا، به مرور زمان به بو میاد. هرچی بیشتر گرم بشه یا در برابر حرارت بوش بیشتر بلند میشه. یسر نوع چوب زیر آب دریای مدیترانه، مرکز پرورش چنین چوبیه. طریقه نگهداریش چون چوب قیمتیه بیشتر باید چرب بشه. چربی های نظیر روغن بادام، روغن پارافین در استحکام و موندگاری چنین تسبیح خیلی موثره. تسبیحی که به لحاظ دینی مستحبه، بعد از تربت کربلا استحباب زیادی داره. در کتاب های دینی و مذهبی به خواص چنین تسبیح بیشتر اشاره شده.